سلام دوستان، انشاءالله که عالی باشید. خیلی خوش اومدید به درس دوم زبان آلمانی. امیدوارم که درس جلسه اول رو حتما دیده باشید، نکات رو یادداشت کرده باشید و حروف الفبا رو الان کاملا بهش مسلط باشید. توی درس دوم میخوایم راجع به سلام، خداحافظی، احوال پرسی و یه سری سوالات کاربردی با هم صحبت کنیم. خب بریم که شروع کنیم. سلام توی زبان آلمانی میشه هالو. هالو مثل همون هلو هست در زبان انگلیسی، پس توش مشکل ندارید، فقط تلفظش فرق داره که میشه هالو. روز بخیر میشه گوتن تاگ یعنی روز بخیر. صبح بخیر گوتن مورگن یعنی صبح بخیر. عصر بخیر گوتن آبند. د در آخر این کلمه بچه ها ت تلفظ میشه، گوتن آبند، ولی یک ت خیلی خفیف، قشنگ آبند نگین، گوتن آبند. شب بخیر میشه گوتن ناخت. خداحافظ در زبان آلمانی میشه چوس. این املاش رو کم تمرین کنید، یادش میگیرید. به امید دیدار میشه آف ویدزین. خب بریم سراغ احوال پرسی در زبان آلمانی. اولی که الان براتون تلفظشو میخونم بچه ها به صورت غیر رسمی هست. ویگتستیه این یعنی حالت چطوره، غیر رسمیه. حال تو چطوره؟ ویگتستیه. حالا اگه بخوایم به صورت رسمی بگیم، یعنی بگیم حالتون چطوره، به صورت رسمی احترام مثلا میذاریم میگیم حالتون چطوره، ویگتس اینن یعنی حالتون چطوره. خب خلاصه شده و کوتاه شده یه دوتای بالا که میتونید به جاشون استفاده کنین میشه ویگتس. خب حالا اگه از شما حالتون رو پرسیدن و شما میخواستین متقابلا حال طرف مقابل رو بپرسید، با توجه به سوال خودش که اگر رسمی پرسیده بود شما بخواین دوباره از خودش حالش رو بپرسید، به صورت رسمی میگین und ihnen یعنی و شما. این منظورمون همونه که و شما چطور، شما حالتون چطور هست. و اگر که به صورت غیر رسمی بود، یعنی دوستتون بود یا حالا به هر چیزی که غیر رسمی پرسیده بود، شما میگین und die یعنی و تو. und die و تو یعنی و تو چطوری. منظورمون اینه. خب این احوال پرسی ها رو یاد گرفتیم، میخوایم جواب احوال پرسی هامون رو یاد بگیریم. اولی که میتونیم استفاده کنیم اینه sehr gut danke یعنی خیلی خوب، ممنون. sehr gut danke. sehr در زبان آلمانی یعنی خیلی، gut یعنی خوب، danke یعنی مرسی، ممنون. sehr gut danke خیلی خوب، ممنون. بعدی که میتونیم استفاده کنیم هست good danke. good که گفتم یعنی خوب، میگیم خوب، ممنون. حالا مثلا میخوای بگی که من هم خوبم میشه ach gut. من هم خوبم. حالا میخوایم بگیم که هی حالا میگذره، اینجوری مثلا میخوایم بگیم میشه es geht. هی مثلا میگذره اینجوری. حالا میخوام بگم که مثلا خیلی خوب نیستم میشه nicht so gut. بچه اینجا حواستون باشه این سو خونده نمیشه. تو درس اول که حروف الفبا بود براتون توضیح دادم، گفتم که اس اگر بعدش حروف صدادار بیاد ز خونده میشه. اینجا او رو داریم بعد از اس، پس ز خونده میشه زو. nicht so gut یعنی خیلی خوب نیستم. nicht so gut خیلی خوب نیستم. خب
حالا میخوایم یه سری سوال و جوابهای کاربردی رو با هم کار کنیم، مثل اسمت چیه و از کجا اومدی و اینا. خب توی زبان آلمانی بخوایم اسم کسی رو بپرسیم 2 حالت داره دیگه، یا رسمی میپرسیم ازشون یا غیر رسمی. حالا اگه رسمی بخوایم بپرسیم میشه wie heißen Sie، wie heißen Sie، یعنی اسمتون چیه؟ به صورت رسمیه اسم شما چیه؟ wie heißen Sie. wie کلمه پرسشیه، بهش میگن وفقاگه، مثل WS question داشتیم، چی بود؟ WH question توی انگلیسی. این وفقاگه هستن، یعنی پرسشی هایی که با و شروع میشن. wie heißen Sie. heißen اینجا یعنی فعل هایسن، فعل هست بچه، هایسن فعله، هایسن که فعل هست به معنی نامیده شدنه. میگه چی نامیده میشی، مثلا میخوایم ترجمه لغوی اینو انجامش بدیم میشه چی نامیده میشی شما. زی یعنی شما. حالا میخوایم ازش به صورت غیر رسمی و دوستانه بپرسیم اسمش چیه، که به فارسی بخوایم ترجمه کنیم میگیم اسمت چیه، میگیم wie heißt du، wie heißt du. اگه توجه کنید شکل فعل تغییر کرده که این صرف فعل ها رو بهتون در یه ویدیو دیگه آموزش میدم، نگران نباشید بچه. شما در آخر خیلی روون و ساده آلمانی رو صحبت میکنید. دو به معنی تو هست، wie heißt du به معنی تو، اسمت چیه یا چی نامیده میشی تو. حالا بخوایم جواب بدیم به این سوال به 3 طریق میتونیم اسممون رو بگیم. اولی میتونیم بگیم ich heiße مثلا فلانی، ich heiße علی، ich heiße هر اسمی که دارید رو میذارید. دومی میشه ich bin فلانی، ich bin علی، یعنی من هستم علی. بین به معنی هستن هست، ایش یعنی من هستم علی. و سومین روش که میشه جواب بدیم به این سوال mein Name ist فلانی، mein Name ist علی، یعنی اسم من هست علی. خب حالا اگه بخوایم بپرسیم که از کجا اومدی، یعنی ملیت طرف رو میخوایم بپرسیم، اهل کجاست، کجاییه، میشه woher kommen Sie. این میشه به صورت رسمیش woher kommen Sie، یعنی شما از کجا اومدین، کجایی هستین. اگه بخوایم غیر رسمی این سوال رو بپرسیم میشه woher kommst du، woher kommst du، یعنی کجا اومدی، کجایی هستی. حالا من مثلا میگم ich komme aus dem Iran، ich komme aus dem Iran، یعنی من از ایران اومدم، ایرانی هستم. خب اینم از درس امروزمون. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر که بچه ها با تلفظ ها مشکل دارید حتما ویدیو رو مجدد از اول نگاه کنید، نوت برداری داشته باشید، همراه من تکرار داشته باشید، به تلفظ ها دقت کنید و بهتون قول میدم که اگه همه این نکات رو رعایت کنید شما در نهایت آلمانی رو خیلی خوب یاد میگیرید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.